سلام به همگی، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. امروز میخوایم توی این ویدیو یه حال اساسی به پوستمون بدیم. موادش خیلی راحت و تو دسترس هممون هست. قبل اینکه بریم طرز تهیه ماسک رو بهتون آموزش بدم، کانال منو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. ماسک برای انواع پوست مناسبه. پوست فوق‌العاده سفت و کشیده میکنه. پوستمون رو تمیز و براق میکنه. مهمتر از همه منافذ باز پوستمون رو جمع میکنه. این ماسک حالت درمانی داره. اگر میخواین افتادگی و شل بودن پوستتون جلوگیری کنه، منافذ پوستتون رو جمع کنه، این ماسک رو همیشه توی روتین پوستیتون بذارید. این ماسک فوق‌العاده پوست رو نرم و تمیز و جوون میکنه. منافذ پوستتون رو میبنده، پف زیر چشمتون رو کم میکنه و نوعی درخشندگی طبیعی هم به پوستتون میده. برای درست کردن این ماسک فقط به 2 ماده ساده احتیاج داریم: سفیده تخم مرغ با شکر. همونطوری که گفتم به سفیده تخم مرغ احتیاج داریم و شکر. از زرده از سفیده جدا کنیم. ببین انقدر خوب باید جدا کنیم که هیچ زرده ای، حالا اگه من تونستم هیچ زرده ای نباید قرار بگیره توش، چون خوب پف نمیکنه. برای انشالله فکر کنم خوب باشه. زرده هم نگه دارید. موقعی که میخواید برید حموم به ساقه موهاتون بزنید. واسه آبرسانی واسه ساقه موهاتون خیلی مفیده. کنیم قاشق هم شکر بهش اضافه میکنیم. حالا اینو انقدر باید هم بزنیم که سفیده تخم مرغ خب فرم بگیره، یعنی خامه شکل بشه. وقتی کاسه رو برمیگردونیم سفیده تخم مرغ ازش نریزه. میتونید با چنگال این کارو کنید که خیلی زمان میبره، ولی با همزن راحت تره، یعنی سریعتر فرم میگیره. بریم که با هم بزنیم ببینیم چه شکلی میشه. من با چنگال اول میزنم. $2,000 years later. حسابی که هم زدید. ببین بافتش به این طوریشه. نریزه. که توی ظرف پلاستیکی درست نکنید، یا شیشه‌ای باشه یا فلزی یا چینی. ببینید اینطوری باید بشه. برمیگردونیم نریزه. خب بعد اینکه ماسکمون آماده شد، ماسک رو به همه صورتمون میزنیم به غیر از دور چشامون و دهنمون، که مراقب باشیم توی چشم و دهنمون نره. به صورتمون میزنیم. سفیده تخم مرغ سرشار از پروتئین و مواد مغذیه که پوست رو ترمیم و سفت میکنه. پوست صورتمون رو یک دست و صاف میکنه. از پیری زودرس جلوگیری میکنه. با دست میزنیم که راحت تریم. منافذ باز صورتمون رو میبنده و از همه مهمتر پوست تیره رو روشن میکنه. ماسکو هم میتونید به صورتتون بزنید، به گردنتون بزنید. برای صورت و گردن خیلی مناسبه. « 20 دقیقه این ماسکو بذارید روی صورتتون بمونه. « 20 دقیقه که توی صورتتون مون، بعد 20 دقیقه به آرومی شروع کنید ماساژ دادن. حالا بذاریم 20 دقیقه بمونه رو پوستمون.
ماسک روی صورتمونه. یکم من مزایاش بهتون بگم. این ماسک پوستتون رو کشیده تر میکنه، یعنی با همون یک بار استفاده میفهمید پوستتون چقدر کشیده تر شده. صفر میشه، پوستتون صفر میشه، حتی مرطوب میشه، پوست رو تازه میکنه، های مرده پوست رو از صورتمون جدا میکنه. حتی با یه بار استفاده میفهمیم پوستتون چقدر مخملی تر شده. این ماسک واقعا بهتون نتیجه بده حتما هفته 3 الی 4 بار استفاده کنید. بعد اینکه 20 دقیقه رو صورتمون موند، 5 دقیقه همینطوری به آرومی ماساژش میدیم. ماساژ داری، حالا با یک دستمال از صورت تو این مواد رو پاک میکنی. مونده ماسکم رو صورتمون میریم با آب فعلا میشوریم. صورت من بعد از استفاده حتما این ماسک فوق‌العاده رو درست کنید، امتحان کنید و ازش لذت ببرید. مرسی که کنارم هستید، حمایتم میکنید. کانال من رو حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی